با نام خداوندی بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم بر کل برادران غریب و خوارانی که سرسان و سرگردان در مهاجرت هستند. بر همه شما سلامتی خوانستم. بزرگ پروردگار همیشه از آفتها، از درد و بلاها نگهبان همه غریبان باشد. موضوع امروزه من دوستان عزیز و نیرنگ و فریبی بعضی جوانهایی که در آینه چهره خود را مرد دیدند اما با حسیات یک زن بازی کردند. آنها را از تاجیکستان یا از خانه های خود تا به مسکن آوردند، زندگی کردند، کیف صفا کردند و هنگام زرامت با فرزند، یعنی که با فرزندهایشون گذاشته رفتند. آیا این مردی است؟ آیا این جوان مردی است؟ آیا این همان شخصی که نسبت چنین دخترها با حسیاتشان بازی میکند؟ شرم نیست؟ برای چی انسانها را میگویم؟ به واسطه این نوار کرده استم، به خاطر آنه که امین خواهری که شما دیده استید در دست کودک دارد، باز حامله دار است. این هم با نیرنگ و فریب یک جوان باور کرد و آمد با همراهش زندگی کرد و پس از آن شوهرش میگوید گریخته رفته است، نه خبر نه درکی است. باور کنید با بسیار حالت ها که ها گناهکار هستند. جوان ها که گناهکارند اما همان دختران نیز خیلی گناه بزرگ دارند که باور میکنند و حیات خود را با همین جوان ها میگذارند و بعدا پشیمان میشوند. آن وقت دیر میشوند. از همین سبب خواهران عزیز، افجانا، از همه شما خواهش میکنیم که وقتی با جوان صحبت میکنین تا حد امکان به آنها باور کنین، اما اگر او شما را به زنی گیرد، نه این که در فدراسیون روسیه بلکه به تاجیکستان، و بسیار حالت های هستند که دختران از شوهر برآمده اند و برای شوهر کردن و چنین کارها هم راضی می شوند. اما ای مردهایی که با حسیات یک زن بازی میکنید، ای مردهایی که با چنین زنها شما ملاقات میکنید، علاقه میکنید، کیفی خود را میگیرید، بعدا خسته میروید، این مردی نیست. این یک شغالی و یک پستی همان مردی که صورت خود را خداوند او را مرد آفریده است و خود را مرد می‌سازد. مردی که یک زنی را در وطن خود باشد مایلش، لیکن در دیگر از وطن بیرون پرتافته رفتن، این از روی عدالت نیست، این از روی مردی نیست، این از روی یک شغالی و سگی است. بذار و همچنین جوان ها نیز بسیارند، احتیاط باشین، اصلا با چنین شخصان باور نکنید. خداوند نگهبان هر یک شما باشد. السلام علیکم.